در ولایت سوخت سرایت‌یابی به بیماری موسمی آبکان زیاد شده است. طبق اطلاع معاون دیرکتور مرکز نظارت دولتی و سانیتاری اپیدمیولوژی ولایت سوخت تهمینه عثمانова دوام 9 ماهه سال روان 1304 حالت سرایت‌یابی ساکنان به این بیماری به قید گرفته شد که اکثریت کودکان میباشند. آمار گرفتاری به بیماری آبکان نیز در قیاس با سال گذشته 113 حادثه افزوده است. بیماری آبکان بیماری میباشد که زود پهن شونده و منبع بیماری شخص بیمار شده میتواند که به این ویروس علاقه گرفتار شده است و مهلت نهایی یا اینکه مهلت اینکوباسیونی میگن تا 21 روزه در بر میگیرد. بیماری چون دیگر بیماری های سرایتی ویروسی با بلندشوی حرارت و پیداشوی دانچه ها به وجود می آید و بدی کار در این است که بیمار از نیمه دوم دوره نهایی علاقه برای اطرافیان خطرناک حسابیده می شود. یعنی که تا 21 روز دوره نهایی باشد، از 9 تا 21 روزه علاقه وای بیمار تا پیداشوی دانچه ها علاقه وای برای اطرافیان خطرناک است. یعنی خطری سرایت‌یابی دیگران را دارد. تهمینه عثمانова در صحبت ویدیویی به پرستیجی گفت که بیماری آبکان موسمی بوده در فصل سرما و اولی بهار خروج می کند. به این بیماری اساساً نورسانی تا سنی 17 ساله سرایت یافتند که بیشترشان کودکانی سنی تا مکتبی می باشند و در باغچه سرایت یافتند. اطلاع داده شد که منبع بیماری این شخصی بیمار بوده می تواند در کوتاه‌ترین فرصت باعث سرایت‌یابی اطرافیان شود. ما اوید به بیماری های سرایتی کودکان که موسمی می باشد پیش از آغاز سال تحصیلی نو با تمام معارفچیان، با کارمندان مرکزهای نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی، دکتران اپیدمیولوژها یک مشورتی وسیع در ماه اوگوست کرده گذرانیدیم و اویدی هر یک نمودی بیماری در الوهیدگی ایستاده گذاشتیم و اینچنین به شعبه های معارف پیشنهادهای سانیتاری و اپیدمیولوژی اوید به دریافت سری وقتی این بیماری، جداکنی بیماران یا اینکه ایزولاسیون و گذراندن کارهای پیشگیری کننده به مانند دیزینفکسیون. مسئولین گفتند که در جایهایی که گرفتاری به بیماری آبکان به قید گرفته می شود از طرف اپیدمیولوژان سری وقت کارهای بی‌ضررگردانی انجام داده می شود، زیرا این بیماری ویروسی تیز پهن شونده بوده. شخص سرایت یافته می تواند که زود اطرافیان را آلوده کند. وقتی که همین بیماری در یک نفر به قید گرفته می شود، او را باید حتما ایزولاسی کردن در کار. اگر در حالت وزنین باشد بسیار شود در بیمارخانه های کسلی های سرایتی و نه اگر در حالت سبک باشد می تواند در خانه، لیکن از دیگران در الوهیدگی باید جدا کردن در کار. در اون صنف یا اینکه گروهی که همین بیماری به قید گرفته شد باید که همه روزه کارهای هوایی واسکنی گذراندنی کارهای بی‌ضررگردانی یعنی که دیزینفکسیون در همین گروه ها در همین صنف باید که گذرانیده شود، چون که با این بیماری تنها تاثیری فیزیکوی یعنی که هوایی واسکنی بعد کارهای بی‌ضررگردانی که مبارزه بردن ممکن است. باید گفت که به این بیماری اساساً شخصانی سرایت نیافته نوبسته از سن و سال مبتلا می شوند. موضعهای سر آدم از جمله مکتب و کودکستان ها مکانی خروج بیماری به حساب می رود. تأکید شد که بنابر تیز پهن شونده بودن خودی ویروس پیشگیری بیماری نیز دشوارتر است. فرزانه شمسیوه، پرستیجی، شهر خوجند.